به خاطر بغض اهل بیت علیهم السلام سنت های رسول خدا، اون مسائل شرعی که رسول خدا گفته به خاطر بغض اهل بیت علیهم السلام ترک میشه در این دوره. بله. خب من عبارت رو خدمت شما نمایش بدم اینجا ببینید که به خاطر بغض امیرالمؤمنین سنت ترک میشه. کتاب صحیح سنن نسائی جلد دوم، آقای محمد ناصرالدین البانی اومده روایات نسائی رو که از نظر خودی صحیح بوده جدا کرده شده صحیح سنن نسائی. در جلد دوم چاپ مکتبه المعارف ریاض روایتی رو میاره در صفحه 343. آقای سعید بن جبیر میگه با ابن عباس تو عرفات بودیم. بعد ابن عباس گفت که مالی لا اسمع الناس یلبون، چی شده من نمیشنوم مردم اللهم لبیک بگن؟ میگه قلت یخافون من معاویه، اما معاویه میترسم. فخرج ابن عباس من فستاتی، ابن عباس از اون خیمهش اومد بیرون گفت لبیک اللهم لبیک لبیک. خب یعنی حتی اللهم لبیک مسئله که تو حج بالاخره باید گفته بشه. میگه فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی، به خاطر بغض امیرالمومنین سنت ترک میشه. صحیح الاسناد، سنت روایتش صحیحه.